سلام علیکم اکای حاجی مرزا. ما یک گروه مخلصان شما از شما خواهش داریم که درباره ملاهایی که ایمان مستحکم ندارند و ما در شهر دوشنبه داملای داریم که از مردن می ترسد و امر معروف نمی کند. پیغمبر خدا می گوید صلی الله علیه و سلم انما انا والله یهدی انما انا قاسم والله یعطی. پیغمبر خدا می گوید ما با این قدر شرفی که دارم، با این حبیبی که در نزد الله دارم، وظیفه من تبلیغ است، وظیفه من دعوت است به سوی بندگان خدا. باید بندگان خدا را من دعوت کنم به سوی یگانگی الله، به سوی عبادت پروردگار. این وظیفه من است گفت و وظیفه تمام امت من هم انا همین است که باید که امتان من چی باشند؟ مبلغ باشند، تبلیغچی باشند. از این خاطر هر نفری که امروز بگویم به حیث ملا و به حیث ایشان و به حیث شیخ و به حیث پیرزاده و دیگر که امروز شناخته می شوند، اگر اونها در همین خیل شرایطی که الحال ما زندگی داریم اگر سکوت اختیار کنند، باور کنید خیانتی در اسلام کردگی هستند. امروز روز خدمت است. امروز باید که حقیقت در بین مردم باید که ما و شما خبر، هر یک انسانی که مسئول است، هر انسانی که امروز در اطراف دسترخوان او را بالانشین میکنند، باید که البته به البته حق در نزد مردم خبر دهد. زیرا خداوند به ما و شما چی میگه؟ ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. باید که در بین شما گروه های باشد که مردم را تبلیغ کنند، مردم را امر معروف و نهی منکر کنند. هر کسی که امر معروف میکند، هر کسی که نهی منکر میکند، خداوند میگه اولئک هم المفلحون، اونها نجات یافته هستند در نزد الله. آیا نمیخوای که نجات بیابی؟ آیا نمیخوای در بهترین قصرهای جنت خدا را جا کند؟ به سبب چی؟ به سببی که تو در دنیا آن پیروای خود، آن مخلصای خود دعوتی به سوی اسلام میکنی. افسوس البته امروزها بسیار وجود دارد. بعضی روز یک برادر ما از راه دور آمده بود، دیگر ریان و شهرش نام نمیگیرم، گو معرکه های خیلی زیاد میکنیم لیکن تماما امر معروف وجود ندارد. میآیند ایشانزاده ها، میآیند شیخ زاده ها من میآیند، می نشینند، از خوراک استفاده میبرند، از مال و ملک خاندار استفاده میبرند، لیکن صحبت تماما وجود ندارد. حبیب خدا چی میگوید؟ ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله تعالی فی الا قام عن مثل جیفة الحمار. حدیث صحیح است. پیغمبر خدا میگوید اگر در کدام خانه که توی باشد، در کدام خانه که خیر احسان باشد، اگر مردم دعوت کردند، تمام اونها آمدند، در اطراف دسترخوان نشستند، فقط از طعام خوردند و از خدا و پیغمبر صحبت نکردند، الا قام عن مثل جیفة الحمار. او حبیب خدا چی یک تشبیه وزنین دادند. گفتند اون کسانی که این طعام خوردند و با خاموشی خسته رفتند، اینها طعام نخوردند بلکه از پوست و گوشت و نجاست خر استفاده بردند. در اطراف دسترخوان معرکه کلان، تمامی کسانی شناخته شده حضور دارند، لیکن مجلس خفت، آرام، هیچ صحبت از الله نمی شود، هیچ صحبت امر معروف نهی منکر نیست. حبیب خدا گفتند شما اینقدر طعام نخوردید بلکه شما از نزد آن همین گونه حیوان خسته و رهسپار شدید. از این خاطر باید از مردن کجا میترسیم؟ مردن خودش ساعت دارد، خواهی نخواهی میمری، چی داملا باشید چی آدم عادی باشید. کل نفس ذائقة الموت است. همه شما البته گفتن لذت مرگ میچشین، خواه امروز از خواه فردا هست، البته لذت مرگ میچشین. از مرگ هیچ کس گریخته نمیتواند. صوفی الله را خدا رحمت کند، اون صوفی بودن ویم، صوفی هست، شیخ هست و حضرت میگه بهترین عمل که موصوف است نهی منکر و امر معروف است.
بهترین عملی که در نزد پروردگار اجر دارد این امر معروف و نهی منکر است. خداوند به ما و شما حتی چی میگه؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما ای امت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین امت هستین. به چی خاطر؟ به خاطر آنکه شما امر معروف و نهی منکر دارید. از این خاطر شما در بین تمام این امتهای گذشته بهترین امت هستید. السلام علیکم داملای عزیز، یک سوال دارم. مرا یزنم کر است و بسیار آدم خوب و ساده‌خیل است. خواهرم با او 1 سال شد زندگی دارد. الحال میخواهد که از او جدا شود. سببش فقط از حساب کر بودن یزنم هست. آیا در این موضوع شما چی گفتنی دارید؟ یعنی البته جدا شدن این خواهر از این مردی که در این کسلی ناشنیدنی مبتلا هست، اگر با این خاطر از این بنده خدا جدا شود در نزد خدا گناهکار می شود. هیچگاه پیغمبر خدا می گوید ابغض الحلال الی الله الطلاق. طلاق حلال است لیکن بدترین حلال ها به حساب می رود. اگر مبادای همین برادری که به ما خط نویسانده است، اگر خواهری تو کر باشد و این مرد شنوا باشد، اگر خواهری تو را طلاق کنه چی حال می شود؟ چه حالت می شود؟ از این خاطر شما وارثاش هستین، پدر و مادرش وارثاش هستند. گویند که کر این یک درد الله است و قدرت دارد که خواهری تو را مثال کر کند، کور کند یا یگان بیماری دیگر را مبتلا کند. به این خاطر نکاح البته میگوید بیمار میگوید که الحمدلله خوبم. من چی میگویم؟ من میگویم که خدا را شکر. دوم میپرسم غذا چی میخوری؟ چی طعام میخوری؟ البته میگوید که خیلی شربت میخورم. میگویم که نوش جانت شود. سوم سوالش میکنم که یگان طبیب یگان نسخه نویسان، این یگان معالجت کرد. البته این بیمار میگوید که مثال فلانی حکیم مرا طبابت کرد. من میگویم که پای قدمش به خانه تو مبارک باد. این جمله ها را این آدم کر میگوید تیار کرد و بعد خانه بیمار رفت.